من مراتب دین مرتبه ثانیه از مرتبه هایی که از مرتبه های اسلام در باز مقامش بالاتر است، این مرتبه ایمان است. و ایمان باشد در زبان عرب میفرماید که یطلق و یراد به التصدیق، اطلاق می شود، گفته می شود و مراد از ایمان در این تصدیق کردن است، تصدیق جازم، تصدیق قوی. پس مرتبه اولی که ما درس گذشته با همراهی شما گرفتیم این مرتبه اسلام بود و اسلام یک درآمدگاه است، درآمدگاه است به بینای خانه که خانه به درآمدگاه نیست، همین گونه است، خانه به در نیست. پس اسلام یک درآمدگاه است که انسان با واسطه این داخل رحمت الهی میگردد، داخل زندگی و خوشبختی میگردد، در این خانه حیات خود را سپری میکند با زیبایی، با خوشنودی، با خوشحالی. و ایمان باشد ایمان این زیبایی خانه را جلوه میدهد، تحکرسی خانه است، استواری خانه است که این باوری قلبی است، اعتقادی قلب است. همین است که اسلام با ایمان قوت میگیرد، قوی میشود، مستحکم میشود، شکست ناپذیر میشود و علاوه بر این احسان در اینجا داخل میشود، مرتبه سوم احسان داخل میشود. اما احسان باشد این مشغولیت احسان بر آرایش خانه است، بر زیبایی و زینت خانه است. پس مرتبه اول اسلام بود است، درآمدگاه. مرتبه دوم ایمان بود است، تحکرسی خانه، قوی گرداندن خانه، مستحکم ساختن خانه. و سوم احسان که داخل میگرده در اینجا آرایش خانه را زیباتر میکند و زینت خانه را جلوه‌تر میکند. یعنی عبادت رو چنان انجام بدهی که همچنین که تو الله سبحانه و تعالی را میبینی، اگر تو را نمیبینی پس او تو را میبیند. پس از این نقطه ذکر شده بیان میگرده که هر مرحله با دیگری پیوند است، هر مرحله از این اسلام، ایمان، احسان بنیادگری همدیگر هستند. اسلام بدون ایمان پایدار نیست، اسلام بدون ایمان پایدار نیست و ایمان بدون اسلام هم پایدار نیست و ایمان بدون احسان هم نوری ندارد، زیبایی ندارد. پس ایمان در زبان عرب به معنای تصدیق است، باور کردن می آید و مراد از ایمان که به معنای تصدیق باوری می آید تصدیق قطعی است، استواری جدی هست. پس این کلمه ایمان یا که واژه ایمان از ریشه کلمه امن گرفته شده است، امن که معنای آسایشتگی و امنیت را در بر میگیرد، پس ایمان در برگیرنده امور باطنی درونی است، داخلی است، و این تعلق دارد که شخص برای این عمل امین قرار میگیرد، باور کردن میشود و این ایمان پنهان و ناعیان است، در قلب انسان جای دارد. چگونه که الله میفرماید و ما انت بمؤمن لنا، یعنی که تو با ما باور نمیکنی، یا که باور نداری، یا که ایمان نداری. و این ایمانی که ما در این موضوع در این روز صحبت نماییم بر چندین شاخه های گوناگون تقسیم می شود، شاخه های زیادی دارد که چگونه که در حدیث آمده است 72 شعبه گفت، 70 چند شاخه دارد. اعلاها بالاترین مقام این ایمان این کلمه لا اله الا الله است و پایینترین این باشه اماطة الاذى عن الطریق، گفتن دور کردن آزار و اذیت از طریق. و الحیاء شعبة من الایمان، حیا هم چی است که درونی است، این هم از شاخه‌های ایمان است که ظاهر می شود. پس این ایمانی که ما امروز در این موضوع صحبت داریم یک مثل درخت است که ریشه آن در قلب انسان جایگیر شده است، ریشه مستحکمی در قلب انسان جایگیر شده است و پایه‌های مستحکمی هم دارد که این زبان خودی گفتن است. و این ایمانی که ریشه اش در قلب انسان جایگیر شده است و دارای شاخه‌های زیبایی است که از این شاخه‌ها ثمره‌های نیکویی پیدا می شود. همین ثمره‌ها عمل است، عمل کرد انسان در دین. پس همین طرح ما می‌فهمیم که بالاترین مقام دین، بالاترین مقام ایمان قول، اعتقاد و اعلان کردن با زبان است. اول با قلب است، اعتقاد بر قلب یا که تصدیق بر قلب که این مستحکم ترین است، گفتن لا اله الا الله بالاترین آن. و پایین ترین آن باشد این عمل کردن است، عمل کردن. چه گفت پیامبر؟ اینکه آزار و اذیت رو از زیر پای مردم دور بسازی، عمل است، این کار است، به نفع دیگران است. در اینجا مؤلف میگوید که و ایمان 72 شعبه، ایمان 70 چند شاخه دارد. بدعون این عباره بدع میگویند، کلمه بدع با کسره است پایان ده، شمارش میشود از 3 تا 9 را بدع در زبان عرب. و 70 است، یعنی که 70 چند شاخه دارد. پس معنای بدعون و 70 شعبه 70 از 73 تا 79، یعنی از 71 تا 79. و کلمه شعبه باشد گروه، تقسیم، شاخه که حدیث روایت بخاری می آید بدعون و 60 شعبه میگوید، 60 چند شاخه دارد، همچنین در روایت مسلم این ذکر شده است. پس بالاترین این شاخه ایمان الا اله الا الله بوده است و پایینترین آن دور کردن آزار و اذیت از زیر پای مردم. عالیترین مقام این ایمان چه بوده است؟ توحید بوده است.
لا اله الا الله که در درس گذشته ما در این معنای توحید صحبت کردیم، در شاخه اول از اسلام بود، زیرا توحید پایه دین است و دین بدون آن شده نمیتواند. پس پایینترین آن دور کردن آزار و اذیت از زیر پای مردم و مراد برطرف کردن چیزهایی که به مردم رنج، آزار و اذیت میرساند در این حدیث. و چی این آزار سخنی باشد، چی آزار رفتاری باشد، چی آزار عملی، یعنی چی گناه و معصیت کردن باشد، چی بر دیگران آزار و اذیت یا که ضرر رساندن باشد، ظلم کردن باشد. اگر ما در اینجا دقت نماییم، گفتن لا اله الا الله گفت بالاترین مقام این را، مقام لا اله الا الله را، که این گفتن لا اله الا الله تنها با زبان برای انسان فایده نمیدهد مگر اینکه با اجرای شرط های آن، اخلاص اولا، خالصا از برای الله سبحانه و تعالی انجام بیاد عمل. دوم دانش و معرفت بر معنایش و یقین کردن و باور کردن با قلب با این معنا و تصدیق کردن این کلمه و باور کردن این کلمه، انقیاد عمل کردن به این کلمه. اما هر کس که با زبان این کلمه را بگوید و با قلبش آن را تصدیق نکند، در حقیقت اصلا و اسلام ندارد. یا هر کس که با زبان این را بگوید با قلبش تصدیق نکند، منافق است اصلا. پس در اینجا شرط گفتن با زبان، عمل با جواری هست، اعتقاد قلب و عمل جواری هست. و در اینجا چی گفت رسول الله؟ الحیاء شعبة من الایمان گفت. شرم و حیا را در اینجا با مثال آورد، نقطه سوم رو ذکر نمود. اساس ایمان در این سه چیز پیامبر ذکر کرد: لا اله الا الله، سپس عمل و سپس چی گفت؟ شرم، همچنین حیا. و حیا باشد یک صفت باطنی است که انسان را به کارهای نیک تشویق میکند و از کارهای بد باز می‌دارد. پس از همین کلمه برمیآید که کی با حیاست، کی بی حیاست از مردان زنان. هر کس به نفس خود با داناتر است، هر کس از نفس خود داناتر است. پس حیا چی بوده است؟ حیا اینکه انسان از کارهای ناشایسته، ناروا خود را باز می‌دارد و به کارهای نیک دست می‌گیرد. کلمه شعبه را در جا گفتم که چیز خصلت است. الحیا شعبة من الایمان، یعنی حیا یکی از خصلت‌های ایمان است، یکی از شاخه‌های ایمان است، جزء ایمان است، یعنی یکی از جزءهای ایمان این حیا بوده است. پس از این گفته ها برمیآید که بدون شک و تردید که ایمان هم عمل است، هم خودداری کردن است. عمل دو قسم است: عمل کردن با آنچه که الله امر کرده است، از نهی الله باز داشتن خود را، این هم عمل است. پس ایمان یک مجموع از اعتقادهای باطنی است و گفتار با زبان و عمل با عمل ظاهرا اجرا می شود. مثل یک درخت سرشاخه، درختی که ریشه مستحکم در زمین دارد و کنده غوث بر آسمان بلند شده است و شاخه های زیادی دارد و از شاخه ها باز شاخه ها تولید می شوند، از شاخه ها تولید می شوند. بعد با از این شاخه ها چیز برگ ها و میوه ها پیدا می شود. مثل درخت مثال بگیریم، خطا هم نمیکنیم. انا همین ایمان باشد یک درخت سرشاخه است که ریشه ایمان این عقیده است، توحید است. فهمو؟ لا اله الا الله است. پایه کلمه کنده وی توحید است و میوه های وی چی است؟ عمل است، عمل صالح در زندگی است. پس ایمان در نزد عقیده اهل سنت و الجماعت اعتقاد به قلب و تصدیق بر زبان است، گفتار بر زبان و مثل کلمه لا اله الا و عمل بر جوارح است. و اعتقاد بر قلب گفتن لا اله الا الله، ذکر یاد الله سبحانه و تعالی، با قلب ترس، امیدواری که در رکن اول گپ زدیم، توکل، خشیه و نظر، قربانی، همه اینا داخل میشوند. و تصدیق با قلب باور و اعتقاد باطنی است. سپس عمل داخل میشود که در عمل چی؟ تمام طاعت عبادت ها، از نماز، از روزه، از حج، از زکات، از جهاد، نیکویی به پدر و مادر، نیکویی به همسایگان، به چراگان، هر کسی باشد، این است. پس مرتبه دوم از مراتب دین این چه بوده است؟ ایمان بوده است. و ایمان اعتقاد بر قلب، گفتار با زبان، عمل با جوارح است که 60 چند شاخه یا 70 چند شاخه دارد. بالاترین مقام ایمان این کلمه لا اله الا الله است. پایینترین مقام این دوری کردن آزار و اذیت از زیر مردم است. دوری کردن نه تنها سنگ رو گرفتن، بلکه سخنت رو نگاه می‌داری، زبانت رو نگاه می‌داری، دستت رو نگاه می‌داری. فهمو؟ این و حیا هم گفتم چی است؟ از ایمان است. پس معلومه که ایمان تنها کلمه زبانی نیست، بلکه عمل اعتقاد است. طلب کرده میشد از انسان. ایمان عمل است، گفتار است، اعتقاد است. با طاعت زیاد میشود، با معصیت کم میشود. و در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی این مرتبه های ایمان را، دلیل آن را حدیث جبرائیل علیه السلام را میآورد. حدیث جبرائیل علیه السلام این است که حدیث جبرائیل بود در درس گذشته در قسمت اول ارکان اسلام را بیان کرده بودیم.